به نام خدا سلام، ما از پیج آموزش کامپیوتر هستیم و این پارت دوم از دوره رایگان فتوشاپ هست. خب تو پارت قبلی ما قسمت تول بار رو یاد گرفتیم، قسمت ابزار کامل توضیح دادیم چی هست، کاربردشون چیه و تو این قسمت قرار این قسمت سمت راست که می‌بینید چندین پنل هست رو به اضافه هیستوریگرام، ادجاستمنت و کالر توضیح بدیم، کاربردشون چیه، چه کارهایی میشیم باشون انجام داد و چی هستن. خب اگه توجه داشته باشین شاید تو فتوشاپ شما این قسمت همش نباشه. خب ببین چطور این رو ما اضافه کنیم. میایم قسمت ویندو، از اینجا هر کدومو که خواستیم اضافه میکنیم، یعنی هر کدومو که خواستیم میزنیم فعال میشه. مثلا اینفورمیشن رو میزنیم باز شد. پروپرتیز هست که اینجا تیکش رو میزنید روشن میشه، باز میشه براتون. مثلا شیپس باز شد به این صورت. خب شروع کنیم دونه توضیح بدیم چی هست. خب اولین قسمتی که اینجا هست اکشن هست. خب این اکشن چیه؟ اکشن طبعا میشه گفت پریست های پریست طبعا همین شبیه پریست توی پریمیر هستن. خب یعنی چی؟ یعنی از ترکیب چندین افکت هست که روی تصویر اعمال میشه. به ترتیب مثلا میگیم که آقا مثلا یک گزینه رو میذاریم، مثلا همزمان اول ادجاستمنت هیو سچوریشن میذاره، بعد کرو میندازه، بعد لول میکنه، بعد یه دونه بلک اند وایت میندازه میشه اون. و اگر هم خواستیم خودمون هم میتونیم ترکیب چند افکت رو یک جای اضافه کنیم. مثلا بریم اینجا کار میکنه ما یه دونه اضافه رو میذاریم، این اد مثلا میذاریم اکشن 1، من میذارم color balance. رکورد رو زدیم یا ضبط میکنیم که ما داریم چیکار کنیم. مثلا میایم اینجا این قسمت رو میزنیم، مثلا من یه دونه لول میندازم، من مثلا سبز رو همینجوری تنظیم میکنم، بعد نمیدونم یکی وان سچوریشن هم میندازم توش، خب بعد اینجا اینو میزنم تموم شد. یعنی مثلا من میام این دو تا افکت رو حذف کنم و بیام این اکشن یکی که خودم ساختم رو بزنم کجا رفت و گم شد وسط. بزرگتر کنم اینا کجا افتاد. کالر بالانس اینجا اینو میزنی خودش کل افکت ها رو انداخت اینجا با همون تنظیماتی که خواستیم. خب این کاربردش رو فهمیدیم. بیایم قسمت براش ستینگ خود براش. توی گفتم همون طوری که تو قسمت اول گفتم، خود براش بیشتر برای طراحی‌های گرافیکی و نقاشی‌های دیجیتال کاربرد داره. حالا تو خود کارهایی که داریم فتوشاپ هم کاربرد داره، ولی بیشتر کاربردی که اصلی ترین کاربردش اونجاست که ما مثلا براش رو انتخاب میکنم، مثلا این رو میزنم، یه رنگ خوبم بهش میدم، مثلا سایزش هم کوچکتر کنم، نقاشی میکنم، نمیدونم توی خط میندازم یا نه شکلک میکشم. مونده به خودتون که چطور ازش استفاده بکنید. توی براش ستینگ اینه که آقا مثلا ما یه براش انتخاب کردیم میخوایم تنظیمش کنیم، مثلا تنظیمات دلخواه داشته باشه، مثلا اینجا شیپش مثلا نزدیک به همش کنیم، نمیدونم چرخشش رو تنظیم میکنیم، این تکسچری که داره رو مثلا آقا زیاد باشه کم باشه، از مقدارشون که 90 چطور باشه، اوپاسیتیش یا نرمیش، تنظیماتی که اینجا هست رو میتونید انجام بدید. یعنی طبعا شخصی سازیش کنید این براش رو. مثلا اینو کشم فرق کرد، نمیدونم این چیز دیگه است کلا به این صورت. بعد قسمت استایل ها هست که تکسچری رو روی اونی که دارید میندازم. مثلا اینو میزنم انتخاب شد. آره اوه
حالا این نکته رو بگم، با این کار کردن این نکته هم اومد که آقا وقتی دارین با براش کار میکنید حتما یک لایه جدید ایجاد کنید که بتونید روش راحت‌تر کار کنید، مگر به مشکل میخورید، هم از بابت حذفش هم از بابت سری مسائل دیگه. مثلا آقا مثلا میخوام افکتی روش اعمال کنم، خب توی لایه اصلی هست و مشکل ایجاد میکنه، حتما یک لایه خالی ایجاد کنید بعد طراحی کنید، مگر نه گفتم مشکل میشه برامون. این چی آخه انتخاب کردم من؟ چی بود؟ آره مثلا اینطوری من اینو میکشم، بعد میرم استایل میذارم، میبینید هر تکسچری که من میخوام میندازه روش. مثلا پوست حیوان بندازه، ببر، پلنگ، نمیدونم گورخر، هر چیزی که میخوام برام میذاره. بعد از اون قسمت شیپ هست که شکل‌های مختلفی هست که حالا کاربرد این رو من میتونم توی پوسترها یا کارت ویزیت ها بذارم. مثلا طرف کلینیک حیوانات داره، مثلا از حیوانات استفاده می‌کنه، مثلا اینجا زرافه رو شاید نمیبرن کلینیک زیاد، ولی نمیدونم مثلا این حیوان رو میذارم مثلا باغ وحشه، توی باغ وحش پلنگ و شیر و اینا هست دیگه، خواهیم کارت ویزیت واسه باغ وحش درست کنیم، مثلا این حیوان رو میذاریم که آقا این حیوان هست اونجا، نمیدونم این هست. اگر می‌خواستین رنگش رو عوض کنین روی این میذارین قسمت اول، بعد اینتر رو بزنید، بعد میایم تو قسمت رنگ ها رو انتخاب کنید. آقا مثلا من می‌خوام رنگ این عوض بشه، میام اینجا بخش لایه ها، کجا رو روش کلیک کنید، رنگش رو انتخاب کنید، عوض کنید به این صورت. بعد قسمت شیپس، قسمت کاراکتر، پاراگراف و گلیفز هست که اینا کلا کاربردشون تخصصشون روی چی میگن تصویره، متن، بخشن تصویر نیست، متنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما یک تکستی رو اد میکنیم، متنی رو مینویسیم، این حالت رو استایل میدیم. مثلا من اینجا مینویسم سلامتی، خب بنویسم، مثلا میام فونت که میخوام رو انتخاب میکنم اینجا، مثلا این رنگ مورد علاقه من مثلا سیاه میذارم روش، میگم این شد متن من، یه کنترل تی میزنم، اینا سایزش رو مثلا از اینجا بزرگ میکنم، یا نه متنم رو انتخاب میکنم از طریق اینجاست، این بزرگش میکنم، بعد میگم نه این اینجا خوبه، یا مثلا نمیدونم حالتی که داره رو من از طریق گرافی تنظیم میکنم، مثلا آقا یه استایل خاص بده ببینیم، مثلا من سلام انتخاب کنم، مثلا میگم چندین حالت داره، مثلا نه به جای سین شین بذار، نه سین بذار، ساد بذار، این مدل ساد بذار، سادو بذار، اینطوری. حالا شیخ و حالات مختلفی داره که ما اینجا میتونیم ادش کنیم، اضافه کنیم. مثلا حالا ذهنم نیست چی بذارم مثلا، ولی این هست. بعد پاراگراف هست که این تنظیم کنه که متنتون راست چین باشه، چپ چین باشه، وسط چین باشه، به این صورت. بعد هم گفتم بعد قسمت پروپرتیز هست که تنظیمات رو انجام میده که مثلا آقا جا به جا کنه متنمون رو، یا بزرگ و کوچیکش کنه، جا به جا کنه، راست ببر، بالا ببر، پایین بیار، چی میگم بهش، 180 درجه بچرخون، 90 درجه بچرخون، به این صورت. یا زاویه رو عوض کن، مثلا بذار 150، بذار 0. بعد دوباره اینجا میتونید فونت انتخاب کنید، بزرگیش انتخاب کنید، فاصله حروف از هم رو اینجا انتخاب کنید که آقا چقدر به هم نزدیک باشه. من اینجا 0 رو بزنم هنوز. بعد اگه مثلا اینجا مثلا من این متن رو نوشتم، یه دونه بیام پای مثلا یه چیز دیگه هم بنویسم، مثلا اینجا میگم که آقا فاصله این دو تا سطر اصلا زیاد شه، نه یا نه کم بشه، زیاد فاصلهشون کم بشه، به این صورت.
بعد قسمت اینفورمیشنه که اطلاعات میذاره. حتی تو پارت اول هم دیدیم مثلا اگه ما اینجا eyedropper رو انتخاب کنیم، مثلا روی مثلا روی رنگ بزنیم، اینجا کد نوع مقدار رنگ ها و اونایی که لازمه رو برامون میاره توی قسمت اینفورمیشن. خب بعد اینجا قسمت رنگ ها هست که انواع اقسام رنگ داریم، ما چندین رنگ داریم و اینا اصلی ترین هاش رو مثلا برمی‌داره تنظیم کنه. مثلا اینجا این 4 تا رنگ 1 2 3 4 5 6 تا رنگ داریم، اینا رو مثلا روشن‌تر میکنه، میشه این سیاه میشن که اینا میشن، اونا نیستن ولی خب یه کمی تغییر میدم میشن اینا، تیرش رو میکنه اینا میشن اینا. حالا حالات مختلفی از یک رنگ، چند رنگ رو اونجا دارن. بعد اون قسمت هست قسمت چنلز که حالا باید بشه روی عکس نشون بدیم. اینجا توی این چنل مثلا قسمت قرمز رو بزنیم آبی و سبز میمونه، یا سبز رو بزنیم قرمز و آبی میمونه، آبی رو بزنیم قرمز و زرد میمونه. به این صورت مثلا همه رو حذف کنیم سیاه سفید میمونه به این صورت. بعد از قسمت چنل قسمت گرادینت هست که خب با قسمت گرادینت که توی قسمت تول هست کاربرد داره، اینو میدونید چی هست. بعد قسمت لایه ها که لایه های عکس هامون پروژه‌مون رو بهمون نشون میده. مثلا ما توی این پروژه مثلا 3 تا فایل داریم، مثلا اد کردیم مثلا لایه اول لایه دوم، مثلا لایه اول از اینجا میشه گذاشت یا نه از اینجا یه دونه لایه جدید ایجاد کرد، روش طراحی کرد یا یه چیزی بهش اضافه کرد. بعد اینجا قسمت مود داریم که حالتش چیه، مثلا سکرین باشه، اوورلی باشه، مولتیپلای باشه یا نه اپاسیتی، شفافیت عکسمون رو کم و زیاد کنیم. خب اینا رو من توضیح دادم. خب بریم به قسمت هیستوگرام و ادجاستمنت. خب هیستوگرام روی رنگه. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی ما داریم کار میکنیم اینجا مثلا نشون میده که آقا مقداری که داریم کار میکنیم باهاش چه شکلی هست. یعنی مثلا اینجا که میبینی مثلا مقدار رو بهمون نشون میده که آقا نوع پخش رنگ چطوره، که روی تنظیم رنگ عکس ها بهمون کمک میکنه. بعد قسمت ادجاستمنت هست که اینا خودشون چندین افکت هستن که میندازیم روی عکس و غیر از قسمت جمعانش بنیم اسم نشون بدم پترن، گرادینت و سالید که کلا یک رنگ رو کامل رو میندازن. یعنی مثلا من سالید رو بزنم یه رنگ کلی رو میندازه روی این که عکس نیست، فقط این رنگ است که میشه روی انتخاب بک‌گراند، ساخت بک‌گراند کاربرد داره. ولی از اینجا ما میتونیم مثلا این قسمت هستن از کالر لوکاپ تا برایتنس روی نوع رنگ، مقدار روشنایی عکس بهمون اشاره میکنه و میتونیم باهاش کار کنیم. مثلا میزنیم کالر بالانس، مثلا میگیم اینجا قرمزی زیاد قرمز رو کم کن، سبزش رو بیشتر کن یا نه که بنفشش کن، آبی رو بیشتر کن به این صورت. یا نکنه عکس سیاه سفید بشه بلک اند وایت میزنیم کلا عکس سیاه سفید شد تنظیم کنیم. مثلا توی عکس مثلا مقدار قرمزی مثلا زردیش توی عکس فرق کنه. توی سیاه سفید هم تنظیمات هست که همشون هم تو قسمت پروپرتیز بازم فعال میشه برامون. اینایی که اینجا هستن همونایین که تو این قسمت هستن. اینجا بزنید اینجا وجود داره. بعد این مثلا گرادینت مپ هم یعنی هم گرادینت کل فرق زیادی نمیکنه. قسمت کالر هم که همون رنگ هایی هستن که اینجا برامون ایجاد میشه. مثلا من میام اینجا این انتخاب کنم، میبینید هر رنگی رو که من انتخاب کنم اینجا برام میاره. و میدونید چرا اینجا فقط سیاه آورد؟ چون من افکت بلک اند وایت ایجاد کردم. اگه من رو قطعش کنم و اینو حذفش کنم میدونم کار کنه، نه نمیدونم شده. درست شد، چون افکت انداخته بودم مشکل شد. هر رنگی که انتخاب کنم برام اینجا تنظیمش کنه. اینا خطا هست، اینو میذارم درستش کنم برام. یا میخوام سبز باشه به این صورت. خب این آموزش تموم شد. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید. اگر این ویدیو رو از یوتیوب میبینید حتما لایک و سابسکرایب کنید و هر آموزش دیگه از هر اپلیکیشن خواستید حتما توی کامنت ها برامون بنویسید.